لحظه‌ای که انسان میمیره حسناتش زیر نظرش میاد، امیدش فقط به حسناتشه. اون لحظه اگر بدیهاش زیر نظرش بیاد خیلی خطرناکه. علما میگن در طول زندگی قبل از مرگ انسان باید بین دو حالت باشه، بین امید و ترس. میگیره تشویق بشه بره انجام بده و ترس از عذاب خدا تا اونو از معصیت خدا دور بکنه. پس امید انسان رو انگیزه ایجاد میکنه که بره به طرف کار خیر و ترس از خشم خدا انسان رو چه برحذر میداره که از کار بد دوری بکنه. اما علما میگن وقتی که روح انسان به حلقوم رسید اونجا نباید دو حالت باشه، فقط باید یک حالت باشه، فقط امید به رحمت خدا. اگر هنگام مردن تو نظرت آمد که خدا نمیبخشدت فاتحت خونده است، اون لحظه باید بگی خدایا به من رحم کن، خدایا از تقصیرم در بگذر. اون لحظه ای که میفهمی فقط امید، خدایا گرچه بنده کاملی نبودم اما تو رو دوست دارم، گرچه بنده کاملی نبودم اما امیدم به رحمت توست. علما میگن هنگام مرگ فقط باید حالت امید در خودت داشته باشید، چون ناامیدی اونجا کفره. چرا انسان با دست پر نره که تو یک لحظه قرار میگیره که بعضی از قوم خویشاش در گوشش بنشینن بگن تو گوشش بگو لا اله الا الله تا پروندت به خیر خاتمه بشه، بگو لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. کلید گاف صندوق، چکام، حسابام، ملکم، ماشینم، بگو لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. همش چه اینا دست کی میفته؟ مغازم دست کی میفته؟ آپارتمانم دست کی میفته؟ ماشینم که سوار میشه سهم کی میشه؟ حساب بانکیم سهم کی؟ بگو لا اله الا الله. سنت کسانی که کنار میت می نشینن، کسی که در حالت نزع روحه، این که زمزمه بکنن کلمه توحید لا اله الا الله آرام، ولی بهش نگن که بگو بگو بگو، آرام در گوشش زمزمه بکنن تا اگر به زبانش نمیاد از اینها تقلید بکنه، شاید بتونه بگه لا اله الا الله، لا اله الا الله. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی آخر کلامش در دنیا کلمه توحید باشه خاتمه به خیر نوشته میشه. باید در زندگی ربانی و خدایی باشیم، توحید خدا برای ما قیمت و ارزش داشته باشه تا هنگام مردن خدا این کلمه رو به ما هدیه بده، وگرنه هدیه نمیده. وقتی ما خواهان هدیه خدا نباشیم، قرآن هدیه خداست، پیغمبر هدیه خداست، سنت پیامبر هدیه خداست، فرزند هدیه خداست، همسر خوب هدیه خداست، شوهر خوب هدیه خداست، پدر و مادر هدیه خداست. چرا از اینها غافلیم؟